آلمان کشوری که فقط با شنیدن اسمش یاد نظم، قدرت و مهندسی میافتیم، اما چیزی که قراره تو این ویدیو ببینی خیلی فراتر از اون چیزیه که تو مدرسه یا اینستاگرام بهت گفتن. سلام، من شهابم و اینجا مستر لوکیشنه، جایی که فقط درباره کشورها حرف نمیزنیم، ما میریم زیر پوستشون. توی چند دقیقه آینده قراره یه سری واقعیت رو بشنوی که احتمالاً هیچ وقت فکرش هم نمی‌کردی درباره آلمان وجود داشته باشه. چیزهایی که اگه تا آخر ویدیو نبینی یه تصویر ناقص از این کشور تو ذهنت میمونه. از عجیب ترین قانون‌ها تا واقعیتی که حتی خیلی از خود آلمانی‌ها هم ازش خبر ندارن. و یه نکته خیلی مهم هست که فقط آخر ویدیو میگم، چون نه فقط دیدت رو به آلمان بلکه شاید دیدت به کل اروپا رو عوض کنه. پس اگه دنبال یه ویدیوی تکراری نیستی و دوست داری با نگاه متفاوت‌تری جهان رو ببینی، بزن بریم. اول از همه باید بدونی آلمان قلب صنعتی اروپا است، کشوری که فقط به مهندسی دقیق و خودروهای فوق‌العاده‌اش معروف نیست، بلکه تاریخ، فرهنگ و طبیعت خیره کننده‌ای هم داره. از قلعه‌های قرون وسطایی که انگار از دل افسانه‌ها بیرون اومدن تا جشن اکتبرفست که بزرگترین جشن آبجو دنیای جهانه. اینجا جاییه که نظم تو همه چیز موج میزنه، از قطارها گرفته تا حتی جمع‌آوری زباله. خب بچه‌ها، تا اینجا با من اومدید و کمی با آلمان آشنا شدیم. ولی خب راستشو بخواین من دیگه اطلاعاتم ته کشیده. نمیخوام براتون قصه ببافم. پس اینجاست که توپو پاس میدم به اون یکی ستاره تیممون، رفیق کار درستم آرش. ایشون نه تنها اطلاعاتش از GPS دقیق تره، بلکه یه جوری براتون تعریف میکنه که خودتون دلتون بخواد فردا ساک ببندید برید آلمان. پس ادامه سفرمون به قلب اروپا رو با آرش همراه باشید. آرش جان، برو که نوبت توه. سلام به همه ماجراجوهای پر انرژی مستر لوکیشن. اینجا جاییه که هر مقصد خود شماست و هر سفر داستان خودتون. خیلی خوشحالم که الان اینجایید. کمربنداتون رو محکم ببندید چون قراره با هم به دل یکی از جذابترین و تأثیرگذارترین کشورهای دنیا بزنیم. مرسی از شهاب که کلید این سفر رو گذاشت تو دست من، آرش، تا با هم عمیق‌تر وارد دنیای شگفت‌انگیز آلمان بشیم. قول میدم قراره چیزهایی بشنوید که هم تعجبتون رو برمیانگیزه، هم شما رو به فکر فرو میبره و شاید حتی دلتون بخواد همین فردا بلیت بگیرید. پس تا آخر این سفر بمونید چون ما تازه راه افتادیم. آلمان با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان توی اروپای مرکزی قرار داره و با 9 کشور هم‌مرزه. این یعنی یکی از کلیدی ترین موقعیت‌های جغرافیایی در کل قاره اروپا است. این کشور با جمعیتی حدود 84 میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور اتحادیه اروپا است و نقش فوق‌العاده‌ای در اقتصاد، سیاست و فرهنگ منطقه ایفا می‌کنه. پایتختش یعنی برلین یه شهر خاصه، پر از تاریخ، معماری مدرن، هنر خیابونی و خاطراتی از دیوار معروفش که روزی شهر رو به 2 نیم تقسیم کرده بود. از اون طرف مونیخ جاییه که سنت و مدرنیته به زیبایی با هم ترکیب شدن، جایی برای عاشقان جشن‌های محلی، موسیقی زنده و تکنولوژی. فرانکفورت مرکز اقتصادی آلمانه، جایی که بانک مرکزی اروپا قرار داره. هامبورگ بندری پر رفت و آمد با فضای باز و روح دریایی و کلن شهری پر انرژی با کلیسای جامع معروفش که نماد شکوه معماری گوتیکه. زبان رسمی آلمان آلمانیه، اما اگه انگلیسی بلدی تو شهرهای بزرگ راحت میتونی ارتباط برقرار کنی. مردم آلمان به دقت، وقت شناسی و کار گروهی معروفن، انگار نظم تو خونشونه. فرهنگشون ترکیبی از سنت‌های چند صد ساله و پیشرفت‌های مدرن، از موسیقی کلاسیک و فلسفه گرفته تا رباتیک و خودروهای خودران. آلمان زادگاه غول‌های فکری مثل کانت و نیچه و نوابغ هنری مثل بتهوون و گوته است و از نظر تاریخی پر از فراز و نشیب.
دو جنگ جهانی، ساخت و فروپاشی دیوار برلین و در نهایت اتحاد دوباره آلمان شرقی و غربی در سال 1990 همه بخشی از داستانیه که این کشور رو شکل داده. اما بیایید از گذشته فاصله بگیریم و بریم سراغ امروز. آلمان چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست و قوی‌ترین در کل اروپا است. برندهایی مثل BMW، مرسدس، آودی، ولکسواگن، سیمنز و بوش فقط بخشی از قدرت صنعتی و تکنولوژیک این کشور رو نشون میدن. صادرات شامل ماشین‌آلات، دارو، مواد شیمیایی و فناوری‌های نوینه. یه نکته خیلی جذاب اینه که تحصیل تو دانشگاه‌های دولتی آلمان برای خارجی‌ها تقریباً رایگانه، مخصوصاً در حوزه‌هایی مثل مهندسی، پزشکی، فناوری و علوم پایه. آلمان یکی از محبوب‌ترین مقصدها برای دانشجوهای بین‌المللیه، چون هم سطح علمی بالایی داره، هم هزینه پایین‌تری نسبت به کشورهای دیگه اروپایی. طبیعت آلمان هم فوق‌العاده متنوع، از کوههای آلپ در جنوب تا سواحل دریای شمال در شمال. جنگل‌های انبوه، دریاچه‌های کریستالی، رودخانه‌های مثل راین و روستاهایی با ظاهر افسانه‌ای انگار از دل قصه‌ها بیرون اومدن. قلعه‌های قدیمی، بازارهای کریسمس، جشن اکتبرفست و فستیوال‌های خیابونی بخشی از فرهنگ شاد و زنده مردمه. هر سال تو این کشور بیش از 90,000 عنوان کتاب جدید منتشر میشه و میانگین مرخصی‌های کاری هم بالاتر از استاندارد جهانیه، یعنی مردمش کار میکنن ولی زندگی هم میکنن. شبکه حمل و نقل تو آلمان شاهکاره. قطارهای پرسرعت آیس ای، اتوبان‌هایی با بخش‌هایی که محدودیت سرعت ندارن و سیستم حمل و نقل شهری دقیق و کارآمد. این ساختار باعث شده سفر بین شهرها خیلی راحت و سریع باشه. و حالا چند تا حقیقت جالب برات. آلمان بیش از 2000 نوع سوسیس مختلف داره. مردمش به شدت به بازیافت اهمیت میدن. حتی سیستم خاصی دارن که اگه بطری نوشابه‌تو برگردونی پولشو پس میگیری. در بعضی مناطق فرار از زندان جرم نیست، چون معتقدن آزادی یه حق طبیعیه. این کشور خاستگاه اولین کتاب چاپی جهانه. دستگاه گوتنبرگ راهو برای انقلاب فکری اروپا باز کرد. و یه نکته بامزه، آلمانی‌ها بیشترین مصرف کننده نان در کل اروپان و عاشق نون‌های سنتی خودشونن. آلمان فقط یک کشور نیست، یه تجربه است، تلفیقی از نظم و نوآوری، طبیعت و تاریخ، سادگی و قدرت. اگه دنبال سفر، تحصیل یا حتی زندگی توی کشور پیشرفته، امن و فرهنگی هستی، آلمان قطعاً یه انتخاب جدی برات میتونه باشه. خب رفقای ماجراجوی مستر لوکیشن، من آرش بودم و با هم از کوچه های سنگفرش برلین رد شدیم، تو مونیخ جشن گرفتیم و حتی یه دل سیر از سوسیسای آلمانی خوردیم. حالا وقتشه بریم سراغ همون نکته خاص و هیجان انگیزی که اول ویدئو شهاب قولشو داده بود. پس دیگه من خداحافظی میکنم و میکروفونو میدم به کاپیتان این سفر، شهاب، تا اون راز رو براتون رو کنه. شهاب جان، صحنه مال توئه. آرش جان، دمت گرم رفیق. مثل همیشه با حرفات بردیم و وسط ماجرا و کاری کردی حس کنیم واقعا اونجاییم. واقعا کیف کردیم از توضیحاتت. و حالا اون نکته‌ای که اول ویدیو قولشو دادیم. شاید بدونی آلمان یک کشور پیشرفته است، ولی چیزی که خیلی‌ها نمیدونن اینه که آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نه فقط خودش رو از خاکستر ساخت، بلکه به کل دنیا نشون داد که شکست پایان نیست، بلکه شروع یه مسیر جدیده. کشوری که یه زمانی نابود شده بود، امروز یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیاست. پس اگه یه روزی حس کردی عقب موندی، شکست خوردی یا تموم شدی، آلمان رو یادت بیار. چون گاهی بزرگترین قدرت‌ها دقیقاً از دل ویرانی بلند میشن. حالا که این داستان شگفت‌انگیز آلمان رو دیدی، یادت باشه این فقط شروع ماجراست. توی مستر لوکیشن هر ویدیو یه سفر تازه است به دنیایی که شاید هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردی.
پس اگه دوست داری کشف کنی دنیا چه رازهایی داره، ویدیوهامونو از دست ندی. حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن. چون ویدیوهای بعدی ما قرار کلی اطلاعات نابتر و ماجراهای جذابتر رو برات بیارن که هیچ جا نمیبینی. راستی میخوام بدونم نظر تو چیه؟ آلمان رو چطور دیدی؟ چه چیزی بیشتر از همه تو ذهنت موند؟ تو کامنت ها بهم بگو. ممنون که همراه ما بودی. تا ویدئوی بعدی مراقب خودت باش.